سلام به روی ماهتون دوستان. امیدوارم هر جا که هستین حالتون عالی باشه. با یه آموزش جذاب دیگه در خدمت شما هستم. قراره توی این ویدیو یک مدل ساق دست دیگر رو بهتون آموزش بدم. به این صورتی که میبینید هست و این هم قسمت پشت بافتمون هستش. اگر برای مانتوها و لباساتون دوست دارید که آستین هاتون از حالت سادگی در بیاد و حالا قسمت سرآستین و مچی لباساتون یه حالت شکیل‌تر و قشنگتری داشته باشه، میتونید از این ساق دست ها ببافید و استفاده کنید. من برای بافت این مدل از نخ آلیز دیبا استفاده کردم. شما هم میتونید از این مارک استفاده کنید. نخ با کیفیتی هستش. اگر دوست دارید حالا ظریف‌تر باشه باز نختون، میتونید از نخ‌های مرسریزه هم استفاده کنید و یا اینکه نخایی که کتان هستن، یعنی نخ کتان بامبو که این سه مدل برای بافت این نمونه نخهای عالی هستن و حالا قلابتون رو هم مناسب سایز نختون باید استفاده کنید. برای شروع بافتمون ما باید یک تعداد زنجیره بزنیم به اندازه دور قسمتی که قرار روی دست قرار بگیره. یعنی شما این قسمت رو میتونید بلندتر در نظر بگیرید، یعنی بیشتر ببافید. قسمتی که روی ساق دست قرار میگیره، من حالا کوتاه بافتم، شما میتونید بلندتر در نظر بگیرید. پس به اندازه دور دست خودتون روی ساق دستتون رو اندازه میگیرید، یه تعداد زنجیره میزنید و بافتمون رو شروع میکنید. برای شروع کار یک گره روی سر قلاب ایجاد میکنم و شروع میکنم به زدن زنجیره. زنجیره ها را سه تا در نظر میگیرم. ببینید 1 2 3 1 2 3. به این صورت باید زنجیره بزنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه باید تعداد زنجیره ها بر 3 بخش پذیر باشه. من 48 تا زنجیره میزنم، میام برای ادامه آموزش. بعد از اینکه 48 تا زنجیره زدم، یک زنجیره هم اضافه میزنم به ازای قد پای کوتاهی که میخوام ببافم توی این رج. از زنجیره دوم، ببینید زنجیره اول نه، زنجیره دوم بافتم و شروع میکنم. توی هر زنجیره میام یه دونه پایه کوتاه میبافم. یعنی همون تعداد 48 تا زنجیره‌ای که زدم توی این رج میشه 48 تا پایه کوتاه. ببینید به این صورت وارد زنجیره میشم و داخل هر کدوم یه دونه پای کوتاه در میارم و این پای کوتاه را تا آخرین زنجیره باید ادامه بدم. تا انتهای رج پایه کوتاه زدم. در انتهای رج برای شروع رج بعدی 3 تا زنجیره میزنم. از رج بعد قراره که فضاهای 3 زنجیره‌ای ایجاد کنم و بیام چند سانت اینو ادامه بدم، یعنی به اون اندازه که مد نظرم هست برای اینکه روی ساق دست قرار بگیره. 3 تا زنجیره میزنم. زنجیره بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدم، خونه اول نه، خونه دوم هم نه، داخل خونه سوم با پایه کوتاه وصل میکنم. پس من 2 تا خونه رو رها کردم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، خونه اول رو رها میکنم، خونه دوم هم رها میکنم، داخل خونه سوم یا بالا سر پایه سوم یه پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا خونه یا 2 تا پایه رو رها میکنم و بالا سر خونه سوم یک پایه کوتاه میبافم. پس متوجه شدید شما توی این رج باید چی کار کنید؟ 3 تا زنجیره میزنید، 2 تا خونه رو رها میکنید، داخل خونه سوم یک پایه کوتاه میبافید و به این صورت ادامه میدید تا انتهای رج. به انتهای رج رسیدم. آخرین فضای 3 زنجیره‌ای رو ایجاد میکنم. 3 تا زنجیره میزنم، 2 تا خونه رو رها میکنم و بالا سر آخرین پایه یا آخرین خونه میام یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. برای شروع رج بعدی دوباره من 3 تا زنجیره میزنم. کارو به این صورت برمیگردونم. حالا میام داخل این فضاهای 3 زنجیره‌ای که ایجاد کردم پایه کوتاه میبافم. ببینید اولین فضای 3 زنجیره‌ای قلابو وارد میکنم، یه پایه کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، وارد فضای 3 زنجیره‌ای بعدی میشم و یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و یک پایه کوتاه. 1 2 3 و یک پایه کوتاه. ببینید به این صورت میشه. برای این رج میام این رفتار را تا انتها ادامه میدم. در انتهای رج هستم. آخرین فضای 3 زنجیره هم ایجاد میکنم. بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدم
میام توی این فضا یه پایه کوتاه میبافم. انتهای رجم هستش. حالا برای شروع رج بعدی توی قسمتی که ما ببینید این نخ اینجا برای ما نشانه هستش، شروع بافتمون بوده، سمتی که شروع بافتمون بوده ما یه نخ اضافه اینجا داریم موقعی که خواستیم نخمون رو وصل کنیم. خب توی این قسمت ما باید پای بلند بزنیم که لبه بافتمون کاملا صاف بره بالا. سمت دیگه نیازی نداره، ما اینجا 3 تا زنجیره میزنیم برمیگردیم. ولی توی این قسمت بعد از اینکه آخرین بافتمون رو انجام دادیم و میخوایم که زنجیره بزنیم برگردیم برای شروع رج بعدی، باید یک زنجیره بزنیم و یک پایه بلند. این پایه بلند رو ببینید آخرین پایه کوتاهی که توی رج قبل بافته شده روش گندمی هست ایجاد شده. خب میام از حلقه بیرونی، یعنی حلقه‌ای که به سمت خودم هست، قلاب رو وارد میکنم. یک حلقه هم از قسمت خود پایه کوتاه میگیرم، دقیقاً لبه بافتم میشه، کناره بافتم میشه. به این صورت قلاب از داخل این فضا عبور میدم، حلقه میگیرم و این پایه بلند رو میبافم. پس یک زنجیره زدم و یک پایه بلند، به این صورت بافته شد. حالا میام 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم رج بعدی رو میبافم. دوباره وارد اولین فضای 3 زنجیره ای میشم، یه پایه کوتاه میزنم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، وارد فضای 3 زنجیره ای دوم میشم، یه پایه کوتاه میزنم. به همین ترتیب 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه تا انتهای رج. در انتهای رج دوباره 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم این قسمت رو دوباره بهتون نشون میدم. ببینید در انتهای رج هستم، داخل آخرین فضای 3 زنجیره‌ای که پایه کوتاه میزنم. برای این قسمت 3 تا زنجیره میزنم و کارو برمیگردونم، دوباره از فضای 3 زنجیره‌ای اول پایه کوتاه میبافم و شروع میکنم دوباره این فضاهای 3 زنجیره‌ای رو ایجاد میکنم. خب رسیدم به سمتی که گفتم این نخ برای ما نشانه هست و ما باید یک زنجیره یه پایه بلند بزنیم که کناره بافتمون صاف بره بالا. آخرین فضای 3 زنجیره ای اینجا هست. میام 3 تا زنجیره میزنم و داخل این فضا یک پایه کوتاه میبافم. حالا اینجا یک زنجیره میزنم. خب ببینید این قسمتی که رج قبل ایجاد شده، یک زنجیره و یک پایه بلند بافتید، شما باید بیایید به این صورت یک حلقه از یک زنجیره‌ای که زدین بگیرید و یک حلقه هم از پایه بلندی که بافتید، کناره بافتتون میشه، دقیقاً لبه بافتتون میشه. ببینید جایگاهش من دوباره نشون بدم. ببینید توی این قسمت یک حلقه به این صورت و وارد پایه بلند میکنید. حالا یک حلقه هم از پایه بلند گرفته میشه و دوباره اینجا یک پایه بلند بافته میشه. پس یک زنجیره و یک پایه بلند به این صورت در انتهای رجمون، سمتی که این نخ برای ما نشان هست، باید انجام بدیم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم و از داخل اولین فضای 3 زنجیره ای بافتم و شروع میکنم. دوباره 3 تا زنجیره و یک پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه. خب این رفتار بچه‌ها تکرار میشه تا انتهای رج، دوباره برمیگردید به صورت رفت و برگشت. حالا چه اندازه؟ به اندازه‌ای که مد نظر شماست. دوست دارید روی ساق دستتون رو پوشش بده. خب برای این نمونه من 18 رج بافتم که حدوداً 10 الی 12 سانت شده. خب شما اینو باید به اون اندازه‌ای که مد نظر خودتون هست و دوست دارید ببافید. حالا این چون نمونه آموزشی من دیگه ادامه نمیدم، میرم قسمت‌های بعدی رو بهتون توضیح میدم، ولی شما باید ادامه بدید، ببافید، به اون بلندی دلخواهتون برسه. خب دوستان، ما در نظر میگیریم که به اون بلندی دلخواه خودمون این قسمت توری ساق دست رو بافتیم. برای اینکه حالا بیایم شروع کنیم این قسمت رو ببافیم، یعنی طرح جدید رو ایجاد کنیم، در انتهای رجمون 3 تا زنجیره میزنیم، کارمون رو به این صورت برمیگردونیم. داخل فضای 3 زنجیره ای یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، داخل فضای 3 زنجیره ای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. من اومدم اینجا 2 تا فضای 3 زنجیره ای ایجاد کردم. ببینید یک فضا، 2 تا فضا. بعد از این میام توی فضای بعدی پایه بلند میبافم. ببینید به این صورت
پایه بلند داخل این فضای 3 زنجیره‌ای سوم باید بافته بشه. یک پایه بلند بافتم، 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 9 تا پایه بلند توی یک فضا بافته شد. حالا بدون اینکه زنجیره بزنم میرم داخل فضای 3 زنجیره‌ای بعدی. اول یک پایه کوتاه میبافم و حالا 3 تا زنجیره میزنم و میرم داخل فضای 3 زنجیره‌ای بعدی یک پایه کوتاه در میارم. دوباره 1 2 3 و اینجا یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 داخل فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. خب اینجا من اومدم 3 تا فضای 3 زنجیره‌ای را ایجاد کردم. حالا توی فضای بعدی دوباره میام 9 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 9 تا پایه بلند بافتم. توی فضای بعدی ابتدا یک پایه کوتاه میبافم و بعد 3 تا زنجیره میزنم که میخوام 3 تا فضای 3 زنجیره‌ای ایجاد کنم. میرم تو فضای بعدی با پایه کوتاه وصل میشم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. توی فضای بعدی یک پایه کوتاه در میارم. 3 تا زنجیره میزنم. توی فضای بعدی یک پایه کوتاه در میارم. دوباره شد 3 تا فضای 3 زنجیره‌ای. حالا میام اینجا دوباره 9 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 9 تا پایه بلند بافتم. توی فضای بعدی یه پایه کوتاه میزنم و در ادامه 3 تا زنجیره تو فضای بعدی یک پایه کوتاه، دوباره 3 تا زنجیره توی آخرین فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه بافته میشه. خب اینجا یک زنجیره میزنم، یک پایه بلند در کناره بافتم در میارم و حالا 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم رج بعدی رو میبافم. داخل اولین فضای 3 زنجیره‌ای ببینید، داخل اولین فضای 3 زنجیره‌ای میام یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم داخل فضای 3 زنجیره‌ای بعدی، یعنی دومین فضای 3 زنجیره‌ای که ایجاد کرده بودیم، یک پایه کوتاه میبافم. حالا بالا سر این 9 تا پایه بلندی که رج قبل بافتیم دوباره پایه بلند میبافم. فقط بین هر پایه میام یه دونه زنجیره میزنم. ببینید این بالا سر اولین پایه هستش. اولین پایه بلند که دارم میبینم به این صورت یه پایه بلند دیگه میبافم. حالا میام یه دونه زنجیره میزنم، دوباره میرم بالا سر پایه بعدی یه پایه بلند میبافم. پس شد 2 تا پایه بلند. دوباره یک زنجیره، 3 4 5 6 7 8 و نهمین پایه بلند بافته شد به این صورت. وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم. بعد از اینکه این 9 تا پایه بلند رو بافتم دیگه زنجیره نمیزنم. وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم.
یک پایه کوتاه میبافم. رج قبل اینجا ما 3 تا فضای 3 زنجیره‌ای داشتیم. حالا توی این رج این فضاها میشه 2 تا. 3 تا زنجیره میزنم، وارد فضای بعدی میشم، یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، وارد فضای بعدی میشم و یک پایه کوتاه میبافم. خب حالا رسیدم روی 9 تا پایه بلند بعدی. دوباره میام همین رفتار رو تکرار میکنم، یعنی بالا سر هر پایه بلند یک پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم و بعد میرم بالا سر پایه بلند دوم، دوباره یک پایه بلند در میارم. 2 تا، ببینید 1 2 3 یک زنجیره، 4 یک زنجیره، 5 یک زنجیره، 6 یک زنجیره، 7 یک زنجیره، 8 یک زنجیره و نهمین پایه بلند. وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم، یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه در میارم توی فضای 3 زنجیره‌ای بعدی. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه میبافم. ببینید به این صورت. روی 9 تا پایه بلند بعدی هم دوباره به همین صورت تکرار میکنم. ببینید 9 تا پایه بلند این قسمت رو هم بافتم، بینشون یک زنجیره زدم و حالا وارد فضای 3 زنجیره‌ای میشم، یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم داخل آخرین فضای 3 زنجیره‌ای. دوباره یک پایه کوتاه در میارم. 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم. توی فضای 3 زنجیره‌ای به این صورت یک پایه کوتاه میبافم. خب حالا توی این رج میام توی این فضاهایی که یک زنجیره ایجاد کردم، توی این رج این فضاها رو تبدیل میکنم به 2 تا زنجیره، یعنی همون 9 تا پایه بلند رو میبافم. ببینید اولین پایه بلنده، خب بالا سرش به این صورت یک پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم توی این رج، 1 2 تا زنجیره زدم، دوباره میرم بالا سر پایه بعدی، یه پایه بلند میبافم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و سومین پایه بلند رو میبافم. 1 2 3 2 تا زنجیره، چهارمین پایه بلند، دوباره 2 تا زنجیره، پنجمین پایه بلند، 2 تا زنجیره، ششمین پایه بلند، 2 تا زنجیره و هفتمین پایه بلند بافته میشه. 2 تا زنجیره، هشتمین پایه بلند، 2 تا زنجیره و نهمین پایه بلند. به این صورت بافته میشه. ببینید شکل کارمون به چه صورت شد. خب حالا میام توی فضای 3 زنجیره‌ای یه پایه کوتاه در میارم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. توی فضای 3 زنجیره‌ای بعدی یه پایه کوتاه میبافم. رسیدم به 9 تا پایه بلند بعدی. دوباره بالا سر اولین پایه بلند یه پایه بلند ابتدا در میارم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و باز بالا سر پایه دوم یه پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره میزنم و پایه بعدی رو دوباره میبافم. به همین صورت دقیقاً کارایی که روی این انجام دادم روی این 2 تا هم انجام میدم و این رفتار تکرار میشه توی این فضاهای 3 زنجیره‌ای هم که بهتون گفتم باید چیکار کنید. دقیقاً مثل این قسمت رفتار میکنید تا انتهای رج میبافم، میام برای ادامه توضیحات. در انتهای رجی هستم که 9 تا پایه بلند رو میبافم و بینشون 2 تا زنجیره زدم. خب بعد از اینکه آخرین پایه بلند رو بافتم، توی فضای 3 زنجیره‌ای یه پایه کوتاه در میارم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم و یه پایه کوتاه توی آخرین فضای 3 زنجیره‌ای بافته میشه. خب انتهای رجم هستش، یک زنجیره میزنم، یک پایه بلند میبافم. به این صورت برای شروع رج بعدی میام 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. اینجا یه دونه فضای 3 زنجیره‌ای دارم، داخلش یه دونه پایه کوتاه میبافم و حالا میام بافتم و از داخل فضاهای 2 زنجیره‌ای ادامه میدم. توی این رج میام داخل این فضاهای 2 زنجیره‌ای که من ایجاد کردم 3 تا پایه بلند میبافم. ببینید اولین فضای 2 زنجیره‌ای که میبینم اینجا هست و میام 1
2 و 3 تا پایه بلند توی این قسمت میبافم. حالا میرم تو فضای 2 زنجیره‌ای بعدی، دوباره 3 تا پایه بلند توی این قسمت در میارم. 2 تا پایه بلند و 3. به این صورت. توی تمام این فضاهای 2 زنجیره‌ای همین رفتار رو باید تکرار کنم. ببینید فقط من میام توی فضاهای 2 زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند میبافم. ادامه میدم تا آخرین فضای 2 زنجیره‌ای. دو و 3. 1 2 3. 1 2 3. خب آخرین فضای 2 زنجیره‌ای هستش. ببینید توی این قسمت. توی این قسمت هم میام 3 تا پایه بلند رو میبافم. 2 تا و 3. حالا میرم توی این فضای 3 زنجیره‌ای. ببینید بین این بافتایی که انجام دادم الان اینجا یه دونه فضای 3 زنجیره‌ای هست. داخلش یه پایه کوتاه میبافم و دوباره وارد اولین فضای 2 زنجیره‌ای توی این قسمت میشم و همون رفتار رو تکرار میکنم. دوباره 3 تا پایه بلند. به این صورت. 1 2 3. شکل بافتمون باید به این صورت بشه. حالا میام ادامه میدم تا انتهای رج. در انتهای رج هستم. بعد از اینکه داخل آخرین فضای 2 زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند بافتم، در انتهای رجم یک فضای 3 زنجیره‌ای دارم. میام داخل این فضا یک پایه کوتاه میبافم و برای شروع رج بعدی دوباره 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم. توی این رج قراره دوباره ما فضاهای 3 زنجیره‌ای ایجاد کنیم. به چه صورت؟ ببینید ما اینجا 3 تا پایه بلند داریم. باید بالا سر پایه بلندی که وسط قرار گرفته پایه کوتاه بزنیم. خب من بعد از اینکه 3 تا زنجیره زدم و برگشتم، ببینید دومین پایه بلندی که من اینجا میبینم میشه یک خونه باید رها کنم و توی دومین خونه پایه کوتاه بزنم. این میشه اولین فضای 3 زنجیره‌ای. خب دوباره 3 تا زنجیره میزنم، میرم بالا سر 3 تا پایه بلند بعدی و دومین پایه بلندش رو پیدا میکنم، وسطی رو پیدا میکنم و بالا سر همین پایه میام با پایه کوتاه وصل میشم. یعنی اگه بخوام تعداد خونه ها رو بگم که باید چند تا خونه جلو برم، ببینید 1 2 تا خونه جلو میرم توی سومین خونه. به این صورت با پایه کوتاه وصل میشم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. ببینید این 3 تا پایه بلندیه که با هم بافته شده و این میشه پایه وسطی. 1 2 تا خونه باید رها کنم توی سومین خونه. به این صورت با پایه کوتاه وصل بشم. پس میام این کار تکرار میکنم. 3 تا زنجیره میزنم، بالا سر پایه بلند وسطی با پایه کوتاه وصل میشم. 1 2 3. 2 تا خونه رو رد میکنم، تا خونه سوم پایه کوتاه در میارم. 1 2 3. 2 تا خونه رو رد میکنم، تا خونه سوم یک پایه کوتاه میبافم. ببینید من دارم این کار رو تکرار میکنم تا این قسمت وسط رو هم بهتون نشون بدم. 1 2. 3 تا زنجیره، 1 2 و توی سومین خونه، یعنی پایه بلند وسطی من پایه کوتاه زدم. خب این قسمت رو ببینید من باید 3 تا زنجیره بزنم، 1 2 3 تا خونه رو رد کنم تا برسم به این پایه بلندی که وسط قرار گرفته. توی این 3 تا پایه بلندی که دارم در اولین قسمت میبینم. پس اینجا باید 3 تا خونه رو رها کنم. ابتدا 3 تا زنجیره میزنم، 1 خونه 2 تا خونه 3 تا خونه رو رها میکنم تا خونه چهارم میشه پایه بلند وسطی و پایه کوتاه میبافم. این قسمت به این صورت میشه. دوباره تکرار میکنم. 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 تا خونه رها میکنم تا خونه سوم پایه کوتاه در میارم.
3 تا زنجیره میزنم، 1 2 تا خونه رها میکنم، تو خونه سوم پایه کوتاه میزنم. همین کار تکرار میکنم. آخرین فضایی که باید پایه کوتاه بالا سرش ببافم اینجا هست. دوباره پایه بلند وسطی، دوباره 1 2 3 تا خونه باید رها کنم، تو خونه چهارم پایه کوتاه بزنم. دقیقاً کاری که اینجا انجام دادم. به همین صورت ادامه میدم تا انتهای رج. به انتهای رج رسیدم. انتهای رج هم بهتون نشون میدم. آخرین پایه بلندی که روش پایه کوتاه زدم. خب میبینید کارا؟ حالا اینجا میام 3 تا زنجیره میزنم، وارد این فضای 3 زنجیره‌ای میشم. در انتهای رج هم یک فضای 3 زنجیره‌ای هستش. توی این قسمت یه دونه پایه کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. خب قبل از اینکه 3 تا زنجیره بزنم توی این قسمت هستم، یک زنجیره و یک پایه بلند بافته میشه. حالا 3 تا زنجیره میزنم و برمیگردم. توی اولین فضای 3 زنجیره‌ای که میبینم یه پایه کوتاه میبافم. دوباره 3 تا زنجیره میزنم. توی فضای 3 زنجیره‌ای بعدی یه پایه کوتاه میبافم. 1 2 3. داخل فضای بعدی یک پایه کوتاه بافته میشه. خب ببینید این رج دوباره به همین صورت تکرار میشه. 3 تا زنجیره میزنیم، توی این فضاهای 3 زنجیره‌ای با یه پایه کوتاه وصل میشیم. به همین صورت ادامه میدیم تا آخرین فضای 3 زنجیره‌ای که میبینیم. در انتهای رجم هستم دوستان. 3 تا زنجیره میزنم و توی آخرین فضای 3 زنجیره‌ای که میبینم یه پایه کوتاه میزنم. به این صورت برای شروع رج بعدی دوباره 3 تا زنجیره میزنم، کارو به این صورت برمیگردونم. ما 2 رج رو به این صورت بافتیم، یعنی اومدیم فضاهای 3 زنجیره‌ای ایجاد کردیم. شکل بافتمون ببینید به این صورت هستش. خب حالا از رج بعدی دوباره ما باید این بافت‌ها رو تکرار کنیم، یعنی بیایم ابتدا 9 تا پایه بلند بزنیم، رج بعدی 9 تا پایه بلند با یک زنجیره، رج بعدی 9 تا پایه بلند 2 تا زنجیره، رج بعدی داخل این فضاهای 2 زنجیره‌ای که 3 تا پایه بلند بافتیم. یعنی تمام این رفتارها دوباره تکرار میشه. 3 تا زنجیره زدم. توی فضای 3 زنجیره‌ای اولی که میبینم یک پایه کوتاه در میارم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم. توی فضای 3 زنجیره‌ای دوم یه پایه کوتاه میبافم. اینجا شد 2 تا فضای 3 زنجیره‌ای. حالا میام داخل فضای 3 زنجیره‌ای سوم که میبینم 9 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. خب اینجا من 9 تا پایه بلند بافتم. خب حالا بدون اینکه زنجیره بزنم اول میرم تو فضای 3 زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میبافم. در ادامه میام 3 تا زنجیره میزنم و یک فضای 3 زنجیره ایجاد میکنم، یعنی میرم توی فضای بعدی یک پایه کوتاه در میارم. دوباره 3 تا زنجیره، یه پایه کوتاه، 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه. ببینید اینجا من 3 تا فضای 3 زنجیره ایجاد کردم، ولی ابتدای کارم 2 تا بود. در انتها هم دوباره 2 تا فضا میشه، ولی توی قسمت وسط بافتم باید 3 تا فضای 3 زنجیره ایجاد کنم. بعد از این کار میام دوباره توی این قسمت 9 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 تا. خب 9 تا پایه بلند رو بافتم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. میرم توی فضای بعدی یه پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره میزنم، یک فضای 3 زنجیره‌ای، یک پایه کوتاه زدم، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، دومین فضای 3 زنجیره‌ای ایجاد شد. دوباره 3 تا زنجیره میزنم و سومین فضای 3 زنجیره‌ای را ایجاد کردم. 1 2 3. دوباره میام توی فضای بعدی شروع میکنم به در آوردن پایه بلند. 9 تا پایه بلند میبافم و دوباره تکرار همین دستور تا انتهای رج. خب ببینید دوستان،
من بافتم و ادامه دادم تا انتهای رج و اینجا یک پایه کوتاه زدم، 3 تا زنجیره میزنم. یعنی توی فضایی که من 9 تا پایه بلند بافتم، توی فضای بعدی اومدم یه پایه کوتاه زدم، 3 تا زنجیره میزنم و داخل آخرین فضای 3 زنجیره ای دوباره یه پایه کوتاه در میارم. یک زنجیره میزنم و اینجا یه پایه بلند میبافم به این صورت. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم. داخل این یک فضای 3 زنجیره ای که اینجا میبینم یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. حالا میام اینجا 9 تا پایه بلند رو میبافم و بینشون یک زنجیره میزنم. یک پایه بلند، یک زنجیره. توی این رج باید به این صورت رفتار کنم. یک پایه بلند، یک زنجیره. دوباره سومین پایه بلند، یک زنجیره. چهارمین پایه بلند، یک زنجیره. پنجمین پایه بلند، یک زنجیره. ششمین پایه بلند، یک زنجیره. هفتمین پایه بلند، یک زنجیره. هشتمین پایه بلند، یک زنجیره و آخری یعنی نهمین پایه بلند بافته میشه. دیگه بعد از اینکه پایه بلند نهم رو بافتم زنجیره نمیزنم، میرم داخل این فضای 3 زنجیره ای یه پایه کوتاه در میارم. 3 تا زنجیره میزنم، داخل فضای بعدی یک پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره میزنم، داخل فضای بعدی یک پایه کوتاه. رسیدم به این 9 تا پایه بلند دوم. باز میام بالا سر اولین پایه بلند، یه دونه پایه بلند در میارم، یک زنجیره میزنم. یه دونه پایه بلند میبافم، یک زنجیره میزنم. ببینید تکرار رج‌های قبلی هستش. دقیقاً مثل همون قسمت ها باید رفتار کنیم. 1 2 3 4 5 6 تا پایه بلند شد. یک زنجیره زدم. 7 8 یک زنجیره و 9. نهمین پایه بلند رو بافتم. توی فضای 3 زنجیره ای یه پایه کوتاه میبافم. 3 تا زنجیره، یک پایه کوتاه. دوباره 3 تا زنجیره، یه پایه کوتاه و دوباره رسیدم به قسمتی که پایه بلندها رو باید ببافم. پس برای این رج میام این دستور رو تکرار میکنم و تا انتها ادامه میدم. اما ادامه دادم، رسیدم به انتهای رج. بعد از اینکه 9 تا پایه بلند بافته شد، داخل فضای 3 زنجیره بعدی یه پایه کوتاه میبافم، 3 تا زنجیره میزنم و اینجا آخرین فضای 3 زنجیره‌ای برای این رج هست. یه پایه کوتاه در میارم. 3 تا زنجیره میزنم، کارو به این صورت برمیگردونم. توی این یه دونه فضای 3 زنجیره‌ای که دارم یه پایه کوتاه میبافم و میام بالا سر اولین پایه بلند، دوباره یه پایه بلند میبافم. توی این رج حالا 2 تا زنجیره میزنم. پایه بلند بعدی دوباره بافته میشه، 2 تا زنجیره میزنم. رج قبلی بین پایه ها یک زنجیره بود، توی این رج 2 تا زنجیره میزنیم ولی تعداد پایه بلند ها همونه، یعنی همون 9 تا پایه بلند. به این صورت. خب دوستان، شما همین دستور رو دوباره تکرار میکنید، میبافید تا انتهای رج و رج برگشت میشه رجی که شما میایید تو این فضاهای 2 زنجیره ای 3 تا پایه بلند میبافید. خب این 2 تا رج رو شما هم ببافید، چون تکرار همین دستور هاست. من هم میبافم و میام برای قسمت پایانی آموزش. خب دوستان ببینید من 2 تا رج رو هم بافتم. پس شما هم رجی که پایه بلند میزدیم و بینشون 2 تا زنجیره بود و رج بعدی هم توی فضاهای 2 زنجیره‌ای که 3 تا پایه بلند بافته میشد و انجام میدید. طبق توضیحاتی که توی این قسمت بهتون دادم این 2 تا رج رو بافتش رو شما انجام دادین. توی آخرین فضای 3 زنجیره‌ای در انتهای این رج من یه دونه پایه کوتاه زدم. حالا میام یک زنجیره میزنم و کار رو به این صورت برمیگردونم و آخرین رج رو به این صورت که بهتون میگم بافتش رو انجام میدید. یک زنجیره زدم، برگشتم. بالا سر اولین خونه که دارم میبینم یه پایه کوتاه میبافم. بالا سر خونه بعدی دوباره دومین پایه کوتاه ها میبافم. شد 1 2 تا پایه کوتاه، 3 و 4. پس من اومدم توی 4 تا خونه 4 تا پایه کوتاه بافتم.
حالا میام اینجا 2 تا زنجیره میزنم، یه پای پیکوت میبافم. 2 تا زنجیره زدم. ببینید این آخرین پای کوتاهی هست که من بافتم از بالا سرش. خب گندمی که اینجا دارم میبینم. قبل از این 2 تا زنجیره ببینید اینجا حلقه بیرونی، یعنی این حلقه و یک حلقه از خود پایه کوتاه. به این صورت قلاب از این 2 تا حلقه عبور میدم، یک نخ میگیرم و حلقه اول و از حلقه دوم به این صورت عبور میدم، مثل یک پایه مخفی یا پایه بست. دوباره میرم پایه کوتاه میبافم بالا سر خونه بعدی. ببینید توی خونه بعدی یه پایه کوتاه، بالا سر خونه بعدی دومین پایه کوتاه، بالا سر خونه بعدی سومین پایه کوتاه و آخرین خونه میشه 4مین پایه کوتاه. پس من 4 تا پایه کوتاه زدم. حالا اینجا دوباره میام 2 تا یا 3 تا زنجیره میزنم. هم میتونید 2 تا بزنید، هم میتونید 3 تا بزنید، هیچ فرقی نمیکنه. بعد از اینکه 2 یا 3 تا زنجیره زدیم، اینجا میام پایه پیکوت رو میبافم. ببینید این آخرین پایه کوتاه هست که بافته شده، یعنی 4مین پایه کوتاه. یک حلقه از گندمی میگیرم، یک حلقه هم از خود پایه. از این 2 تا فضا عبور میدم، یک نخ میارم بیرون و از داخل حلقه قبلی عبورش میدم. دوباره میام 4 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. خب 4 تا پایه کوتاه بافتم، دوباره 2 تا زنجیره میزنم و اینجا یه پایه پیکوت بافته میشه. به این صورت دوباره تکرار میکنم. 4 تا خونه رو به صورت 4 تا پایه کوتاه میبافم. 3 و 4. خب 2 تا زنجیره میزنم، یه پایه پیکوت بافته میشه و دوباره میام 4 تا پایه کوتاه میبافم. خب این رجع آخر رو شما به این صورت بافتشو انجام میدید. ببینید شکل نهایی کار به این صورت میشه. پس این رجع آخر رو شما به همین صورت ادامه میدید تا انتهای رجع. در انتها یک زنجیره میزنید، نختون رو کات میکنید. بافت این قسمت کاملا تموم میشه. این شکل نهایی بافتمون هستش. برای اینکه ما این 2 قسمت رو به هم وصل کنیم، برای این قسمت ما باید بند ببافیم که با زدن زنجیره این کار رو انجام میدیم. ببینید به این صورت میشه. حالا شما به اون بلندی مد نظر خودتون هر اندازه که نیاز هست میتونید زنجیره بزنید و این بند رو ببافید. نه خب به این صورت روی سر قلاب گره میزنم و شروع میکنم به زدن زنجیره. به این صورت به بلندی دلخواهم تعدادی زنجیره. من 120 تا زنجیره زدم. یک زنجیره هم اضافه میزنم، نخم رو به این صورت خارج میکنم. حالا میام، میتونید این قسمت سر نخها رو با فندک به این صورت بسوزونید. حالا ببینید میایم از کناره های کارمون اینا رد میکنیم. حالا اگر دوست دارید از بالا شروع کنید، یعنی قسمت بالا بسته باشه مثل این. ببینید من از بالا شروع کردم و سر بندها اومده به این قسمت. و یا این که میتونید از پایین شروع کنید، از بالا باز بمونه کارتون. ببینید از اینجا قلابو میگیرم، قلابو یعنی وارد میکنم، این بند رو میگیرم خارجش میکنم. از سمت بعدی هم دقیقا روبروی قسمت اول باشه به این صورت. خب بندا رو میزون میکنیم یک اندازه باشن. ببینید کارتون رو دقیقا روبروی هم قرار بدید. نگاه کنید اینجا برای من این پایین تر از قسمت اول شده، باید خارج کنم، از بالا رد کنم، یعنی از اینجا. دقیقا باید روبروی هم دیگه باشه. حالا هر اندازه که دوست دارید فاصله میدید
این بندها هم به یک اندازه باشه. هر اندازه که مایل هستید فاصله میدید، حالا 2 سانت 3 سانت و باید روبروی همدیگه باشه این فضاها، یعنی از این دو تا فضا به صورت حالا ضربدری من عبورش میدم. ببینید به این صورت اینا میگیرم از اینجا عبور میدم و دقیقاً فضای روبروی این قسمت میشه اینجا. به این صورت میشه. دوباره 2 الی 3 سانت فاصله میدم از 2 تا فضای دیگه به صورت ضربدری اینا عبور میدم و در انتها کارم به این صورت میشه. اینجا آموزش این ساق دست زیبا به پایان رسید. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته باشید، ببافید و کلی لذت ببرید. ممنون میشم که این ویدیو رو حمایت کنید. در یک ویدیو دیگه آموزش این گل مینیاتوری هم روش بافتش بهتون داده میشه که اگر مایل بودید و دوست داشتید روی کارتون اجرا کنید. تا آموزش بعدی خدایا رو نگهدارتون باشه.